برای دوخت جامدادی احتیاج داریم به یک تیکه پارچه به ابعاد 30 در 26 سانت، آستر به همون اندازه، زیپ سرزیپ و یک بندینک به ابعاد 8 در 2 سانت. دو طرف زیپ رو از هم جدا می‌کنیم و برای هر سمت زیپ رو طوری روی پارچه اصلی قرار میدیم که قسمت اصلی زیپ رو به پارچه باشه. حالا سمت اصلی آستر رو روبروی سمت اصلی پارچه به این صورت قرار میدیم. بعد از اینکه زیپ رو مابین پارچه و آستری قرار دادیم، سه تاشون رو با هم کوب میزنیم که موقع دوخت جابجا نشن. سمت دیگر رو هم به همین صورت انجام میدیم و بعد جاهایی که کوب زدیم رو با چرخ خیاطی و با جای دوخت 1 سانت میدوزیم. کار رو برمیگردونیم. و روی این قسمت های لبه دوخت نیش میزنیم. سرزیپ رو جا میندازیم و اضافه های زیپ رو قیچی میزنیم. دوباره جامدادی رو به پشت برمیگردونیم. این قسمت رو به این صورت طوری قرار میدیم که زیپ درست وسط قرار بگیره. از هر 4 گوشه 4 تا مستطیل به اضلاع 4 در 3 سانت در میاریم. توجه کنید که این ضلع مستطیل 4 سانت و این ضلع 3 سانته. بندینک رو به این صورت بین درز قرار میدیم و هر دو طرف رو با جای دوخت 1 سانت میدوزیم. بعد از دوخت اضافه درز رو قیچی میزنیم تا سبک شه. بعد برای پاکدوزی روی درز نواروری میدوزیم. سمت روبرو هم به همین صورت دوخته میشه. گوشه ها رو به این صورت که میبینید روی هم قرار میدیم و با جای دوخت 1 سانت میدوزیم. بعد از دوخت اضافه جای دوخت رو قیچی میزنیم و نواروری میگیریم. هر 4 گوشه به همین صورت دوخته میشه. توجه کنید که برای دوخت سمت روبرو که دو طرف زیپ از هم بازه باید با دست فیکسش کنیم که زیپ سر جای خودش باشه، یا اینکه میتونیم اول ته زیپ رو کوب بزنیم بعد چرخ کنیم. پشت کار به همین تمیزی شد. جامدادی رو برمیگردونیم به سمت اصلیش. یه پومپوم هم به سرزیپ میبندیم که خوشگل تر شه.